راهنمای استفاده از پیام‌رسان برایر. اپلیکیشن برایر در شرایط بحرانی و قطعی اینترنت میتونه از طریق بلوتوث و وای فای ارسال پیام بدون نیاز به اینترنت رو فراهم کنه. پس از دانلود و نصب اپلیکیشن باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. رمز عبورتون باید حداقل 8 کاراکتر داشته باشه. توجه کنید که حساب کاربری شما به طور امن در دستگاه شما ذخیره میشه، نه در فضای ابری. اگر اپ رو حذف کنید یا رمز عبورتون رو یادتون بره، هیچ راهی برای بازیابی حساب کاربری ندارید. برای اضافه کردن دوستانتون در صفحه کانتکست روی علامت مثبت در پایین ضربه بزنید. 2 گزینه برای شما نمایان میشه: افزودن مخاطب از راه نزدیک یا راه دور. برای اضافه کردن مخاطبانی که نزدیک شما نیستند، گزینه Add a contact at a distance رو لمس کنید و طبق تصویر لینک ارتباطی رو کپی کنید و برای مخاطب خودتون بفرستید. اگر هم لینک دعوت از کسی گرفتید، در کادر Enter the link from your contact here لینک دریافتی رو وارد کنید و روی Continue ضربه بزنید و یک نام مستعار برای مخاطب خودتون انتخاب کنید. گزینه Pending Contact Request رو مشاهده می‌کنید که وضعیت اضافه شدن مخاطبان رو به شما اطلاع میده. برای اضافه کردن دوستی که نزدیک شماست، هر کدوم یک QR کد رو از صفحه دستگاه شخص دیگه اسکن می‌کنید. این کار تضمین می‌کنه که شما حتماً به شخص مورد نظر وصل بشید و کسی نتونه هویت شما رو جعل کنه یا پیام شما رو بخونه. برای این کار بعد از لمس Add a Contact Nearby صفحه‌ای رو شبیه تصویر می‌بینید و بعد از اون روی Continue ضربه بزنید. 2 قابلیت گروه خصوصی و انجمن عمومی در برایر وجود داره. پیام‌ها در گروه‌های خصوصی میتونن با توجه به موضوع طبقه بندی بشن. سازنده گروه تنها فردیه که میتونه اعضای جدید رو دعوت کنه. اگر فرد تأسیس کننده از گروه خارج بشه، کل گروه منحل خواهد شد. انجمن برایر محلی برای گفتگوی عمومیه. برخلاف یک گروه خصوصی، هر کسی میتونه مخاطبین و دوستان خودش رو دعوت کنه. متصل بمان. تلاش مشترک فیلتربان، نسنت و پسکوچه.